دوستان و هموطنان، در ترکستان قانون برآوردند که کسی پول سوئد رو پرداخت نکند جریمه کرده می شود، زندانی کرده می شود و نپرداختن پول آن جوابگری جنایی تعیین کرده شود. مقامات تاجیکستان چند سال باز مردم را گناهکار می کنند که حق استفاده نیروی برق را نمی دهند و یا آن را بدون حساب کنک یعنی به طور دزدی استفاده می برند. ساکنان برعکس دعوا دارند که هر ماه ناظران پول برق را از آنها می ستانند. من خواستم با سوریه قیاس کنم. چرا با سوریه؟ زیرا که وقتی که سوال میدی که چرا تاجیکستان با پیش نمیره، چرا سوئد نیست، میگویند که تاجیکستان جنگ زده هست و جنگ بود، همین سبب است. برای همین من سوریه قیاس کردم که سوریه جنگ بود. اگر جنگ اینجا را با جنگ تاجیکستان قیاس کنی، یک بوی جنگ در تاجیکستان رسید. ولی که من قیاس میکنم برای همین با سوریه. اولش این که در سوریه 24 ساعت سوئد هست. در تاجیکستان 30 سال گذشت جنگش، حتی نیمی روز 12 ساعت سوئد تامین کرده نمیتوانم. بیا نشون دهم چی سیستم در سوریه هست. نگاه کنین. اولش این که از طلبه کهربا کابل مباشرتاً شوچک با اومده میبیاد. این یعنی چی؟ کارگران سوئد میفهمند یعنی این فرصت داده نمیشود که مردم دوزی کنند. یعنی پیشگیری میکنن از دوزی. مباشرتاً شوچک میبیاد، از شوچک بعد نگاه میکنید کابلا کدی به خانه تقسیم میشود. شما فرصت نمیدید مردم دوزی کنند و این اولش. دومش این که شما اگر کهربا خریدنی باشه پیشکی میرید کهربا میخرید 20 کیلووات 50 کیلووات چقدر که در شما معقول است میخرید. و دومش این که وقتی که کمتر شد کم از 20 کیلووات که سوئد مون او رنگش زرد میشود و کم از 10 کیلووات باشد رنگش سرخ میشود. یعنی آخر سیگنال میدهد، اشاره میدهد که او بچه سوئد تمام شده است، پیشکی رفته سپردن در کار. در اینجا هم کنترل نیست که آمده هر یک آدم به فاکتور تدو انتیار سری کارگران سوئد هم درد نمیکند و مردم هم. و مردم وقتی که دیدن که کم مون یا میروند کهربا کارخانه کیلووات میخرند یا از خانه نشسته، ما هم طوری میکنیم از خانه نشسته میخرند و بعد در اینجا آمده و چوچکه میزنند میشود. یا این هم یکی وقتی که کیلووات که تمام شد این ای خطاگی از خود شهروند میشد که بر وقت پولش نسپارید محکم شد. این هم وای نیست، شرط نیست که او رو زندانی کرده شود. پولش تمام شد خلاص. و اگر خواست از همین خانه نشسته پول سوئد رو میسپارد و در اینجا آمده همون رقم ها رو میزند در اینجا سوئد میگذارد. اگه نگاه کنید که نه سری حکومت کارگران سوئد در میکند نه سری مردم. کنترلر هم آمده خانه به خانه چغز نمیگردند، خود مردم در کار باشه سوئد میسپارن و استفاده برن. وقتی که شما اکسی خودتون پیشکی 50 کیلووات 100 کیلووات که خرید با آدم احتیاط کرده استفاده برد. یا پیشکی چند که ذکر کردم خیلی زوکومت سرخ شد زود پرداخت میکنید. پرداخت که نکردید خطاگی خودتون سوئد قطع میشود. پس سوال به میان میاد که چرا حکومت هم خیلی این سیستم نمیکند؟ چرا؟ زیرا که این برق تاجیک یک بازار شدگی، یک جای پول کارکنی شدگی. آدمایی که کنترل هستن، آدمایی که رئیس ناحیه هستن پول رو میدوزن، پول رو فریب و مخینه میکنن با رئیس شهر یا با رئیس دوشنبه با منصبدار بالا برده پول میسپرن و میسپرن. آنها هم میدونن که اینها از همین پول سوئد دوزی کردی یا مخینه سکر پول آوردگی برای خپ دام میشن. همین سیستم برای بازار اونها удобнее است. بعد بالا بودگی با بالا بودگی با پارا میتد و میتد. اگر این خیلی سیستم شود این برای مردم خوب است ولی که برای بازار برق تاجیک خوب نیست. اونها از کجا پول کار میکنن؟ همین است. برای همین اونها نمیخوان که این خیلی سیستم شود. سوره نگاه کنید زود هم خیلی سیستم کردن، مردم خیلی در راحتن، خیلی در راحتن، اون سرشون درد نمیکنن. سوئد هست تمام شد میسپارن. و دومش این که من در حیرت هستم که وقتی که شما قانونا میبرید که همین شهروند شما هموطن شما باید زندانی شود، جریمه کرده شود، با کدام عقل شما با سری مردم دشواری میبیارین؟ رنگی سوره نمیشد آسانی بیارین. ما میدونیم که حکومت خادمی مردم هست. مردم انتخاب میکنن حاکم خودشون رو که خدمت کند با مردم. لیکن در اصل ما نگاه میکنیم که چطوری است مردم خادمی حکومت شدهاند.
меран дар Россия дар ин хунукҳо дар ин таги лату кӯб кор мекунанд ай пули муҳоҷирон ҳукуматдорони мо бошанд мошин мехарану дача месозану кайфу сафо карда мегарданд. худ дар Америка бошанд дар куҷо бошад дар як душворӣ кор мекунанд ба Тоҷикистон мебиёнд ай пули ҳамин муҳоҷират нигоҳ мекунед ҳукуматдорони мо дар роҳатанд. ин мардум ходими ҳукуматдорон шуданд. чаро шумо осонӣ намебиёред барои мардум? фақат ва фақат душворӣ зиндонӣ кардан. аллоҳи мустаъан. барои ҳамин ин система хеле системи хуб аст. нигоҳ кунед дар Сурия ҳатто як шахсро дела кушода ҷарима накардем ки ту пули сведе наспордӣ ё ту дузӣ карде. ҳеҷ дар таърихаш ҳамин дар вақти ҷанг ва баъди ҷанг ҳам як дели ҷиноятӣ нест ки светро дузида бошад вай карда бошад. ана ина нигоҳ кунед 24 соат свет ҳаст ва як дела нест ва як шахс шаҳрванда дар зиндонӣ кардагӣ нестанд. ина мегӯянд ки ҳукумати нави Сурия хизмат мекунад ба мардумаш. аммо бошем билъакс.